خرید وسایل یوتیوب با اسنپ روز دوم. این تصمیم موقعی گرفتم که آخر ماهو کلی قسط دارم. 4 تومن از باقی مونده قسطم مونده و 2 تومن دیروز کار کردم. پس امروزم حداقل بعد 2 تومن کار میکردم تا بتونم قسطو پر کنم. دیشب طرح تشویقی امروزمو نگاه کردم که دیدم 9 تا یا 13 تا سفر از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر بعد برم. صبحم از خواب بلند شدم که دیدم طرح بعدیم اومده و از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر بعد 19 تا یا 24 تا سفر برم. صبح اصلا کرایه خوب نبود ولی تقریبا از ساعت 2 بعد از ظهر به بعد کرایه بهتر شد، ولی خب طبیعتا همه جا هم خیلی شلوغ شده بود. همون سمت غرب سفرهای کوتاه قبول میکردم تا سریع طرحامو پر کنم و تا خیلی شلوغ نشده برم خونه. ناهارم هم مثل دیروز از خونه آوردم که هزینه‌ام کمتر شه. البته اینجا یکیش هست چون خیلی گشنم بود یکیشو خوردم یادم رفت فیلم بگیرم. ساعت 5 طرح بعد از ظهر من پر شد و رفتم 85 تومن بنزین زدم. خالص کارکرد و طرح تشویقی امروز شد 2,756,000 تومان. باقی مونده قسطم با کارکرد امروز تکمیل کردم و از فردا میتونم کم کم وسایلی که میخوامو بخرم. راستی یلاتونم مبارک.